در طول زندگی بیشتر از اون که در حال به دست آوردن باشیم، در حال از دست دادنیم. اول از دست دادن بند ناف و از دست دادن بدن مادر، بعد از دست دادن سینه مادر، بعد از دست دادن دندون شیری، بعد از دست دادن کودکی، جوانی، سلامتی، پدر مادر، از دست دادن معشوق و در آخر از دست دادن خود زندگی. تو این دنیا نه تنها هر چیزی رو که به دست بیاری یه روزی از دست میدی، بلکه برای به دست آوردن هر چیزی باید چیزی رو از دست بدی. برای داشتن یه بچه مجبوری که بخشی از آزادی و خواب شیرین شبت رو از دست بدی. برای داشتن یه ماشین بهتر مجبوری یه بخشی از آسایشت رو از دست بدی، چون باید بیشتر کار کنی تا بتونی اون ماشین رو تهیه کنی. این یعنی در دل هر به دست آوردنی یه از دست دادنی پنهانه و در دل هر از دست دادنی یه به دست آوردنی. اگه خورشید غروب نمی‌کرد از دیدن طلوع خورشید محروم بودیم. اگه لباسامون کهنه نمی‌شدن لذت خریدن لباسای نو رو از دست میدادیم. اگه تو پاییز برگ درختان نمیریخت چیزی به نام شکوفه زدن در بهار معنی نداشت. این جهان جهان تعادله و تا مرگی نباشه تولدی هم نیست. طبیعت هر چیزی رو که در بهار به درخت داده در پاییز ازش میگیره و هر چیزی رو که در پاییز ازش گرفته در بهار بعدی بهش میده و همین گردشه که فرصت ظهور شاخه‌های جدید و رشد رو به درخت عطا میکنه. نه تنها زمین و آسمون و طبیعت بلکه زندگی هم در گردشه. پس وقتی روزگار چیزی رو بهت داد سرمست نشو، چون ممکنه در دور بعدی ازت بگیره و اگه چیزی رو ازت گرفت افسرده نشو، چون ممکنه در دور بعدی بهترش رو بهت بده. هیچ وقت قصه از دست رفتن چیزها رو نخور، چون هر وقت چیزی رو از دست میدی این از دست دادن منجر به ظهور یک ایده، نگاه یا تصمیم میشه که این نگاه یا تصمیم نو برای تو چیز بهتری رو میسازه. در حقیقت چیزی از بین نمیره، فقط داره جاشو به چیز بهتری میده. درست مثل از دست رفتن دندونهای شیری که داره جاشو به دندونهای محکمتر و اصیلتری میده. اما راز پشت این همه از دست رفتن چیه؟ یک، اگه یه نگاه عمیقی به زندگیت بکنی میبینی که تمام بلوغ‌ها با یه جدایی یا از دست رفتن حاصل شده، نه با به دست آوردن. جدایی از خونه پدری، جدایی از کسی که دوستش داشتی، جدایی از محل کار قبلی یا جدایی از وطن. ما با از دست دادن بزرگ میشیم، نه با به دست آوردن. به قول یونگ هر تحولی پایان یافتن یک جهان را میطلبد. تا از جنبه کهنه‌ای از زندگی جدا نشی زندگی با جنبه و سطح نوعی به استقبالت نمیاد. دو، این همه از دست رفتن میخواد به تو یه راز بزرگ رو گوشزد کنه و اون اینه که تو مالک هیچ چیزی در این دنیا نیستی. نه مالک فرزندت، نه مالک سلامتیت، نه مالک جوانیت و نه مالک عمرت. اگه میتونی جلوی پیر شدن تو بگیر، اگه میتونی جلوی گذر زمان رو بگیر، اگه میتونی مریض نشو، اگه میتونی جلوی مرگ فرزندتو بگیر. میبینی از دست رفتن ها اومده که به تو بگه این جهان یک مالک بیشتر نداره و بقیه همه مملوک اون یه مالکن. پس فاز اینو بر ندار که بخوای رو زندگی تسلط پیدا کنی. سه، همه جا تو دنیا به تو آموزش موفقیت و به دست آوردن میدن، اما جایی رو سراغ دادی که به تو آموزش رها کردن و دل کندن بدن؟ زندگی تعادل بین نگه داشتن و رها کردنه و اگه نتونی چیزی رو رها کنی نمیتونی چیزی هم به دست بیاری. تو نمیتونی آدم قبلی باشی و آدم جدیدی هم بشی. هیچ ساختنی از صفر شروع نمیشه، همیشه باید چیزی رو ویران کنی و روی ویرانه ها شروع به ساختن چیز جدیدی کنی. کسی که فقط به فکر ساختنه و روی خراب کردن حسابی باز نمیکنه هنوز کودک. 4، از دست رفتن ها تمرین دل کندنه. دل کندن رو یاد بگیر که کجا باید محکم بگیری و کجا باید رها کنی. خیلی وقتا قدرت تو رها کردنه، نه تو نگه داشتن. اگه دل کندن رو یاد نگیری به التماس میافتی.
وابستگی همیشه با خودش خفت و ذلت میاره. وقتی به چیزی وابسته ای یعنی تو احساس ضعف میکنی و به اون چیز تکیه کردی، و وقتی تو به چیزی تکیه میکنی یعنی اونو از خودت بزرگتر میدونی که بهش تکیه کردی، در صورتی که هیچ چیز در زمین بزرگتر و قیمتی تر از آدمی زاد نیست. ما اومدیم تو این دنیا که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم. به قول چگوارا زندگی میکنم حتی اگر بهترین ها را از دست بدهم، چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم می آورد. بگذار هرچه هست از دست برود، من آن را می خواهم که به التماس آلوده نباشد، حتی زندگی را.